با مقصد دستگیری دولتی کشاورزان مملکت و تامین فراوانی بازار استعمالی، کشاورزان ولایت خرطوم برای افزایش دادن محصولات کشاورزی، استفاده ثمرانک آب و زمین‌های کورم، تکنولوژی اینواسیونی و اگرتکنیکای پیشرفته از همه شرایط و امکانات‌ها استفاده برده تا اینکه از یک زمین تا دو سه حاصل به دست آورده در تامین امنیت اوضاع‌خواری مملکت سهم ارزنده خود را گذارند. خواجگیداران ولایت خرطوم برای عملی نمودن دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت جهت زیاد نمودن میدان کشتی زراعت‌های کشاورزی و با این وسیله افزون نمودن استحصال محصولات وطنی از تمام شرایط و امکانات‌های موجوده ثمرانک استفاده می‌برند. چنانکه که از پیام نوبتی پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان به مجلس عالی کشور برمی‌آید در برابر تغییریابی با صورت وضع بازار جهانی اوضاع‌خواری و بالاروی منتظم نرخ محصولات غذایی مروادار می‌نماید که با بسازی حالت ساحه کشاورزی، افزایش دادن استحصال محصولات آن، رشد مجموعه اگروصنعتی و با همین راه تامین نمودن امنیت اوضاع‌خواری کشور توجه اولین درجه ظاهر نماییم. در سیاست اگراری امروزه تاجیکستان اصلا عملهای پیشبینی و راهاندازی می شود که در مد اول تامین امنیت اوضاع‌خواری واقعا تطبیق گردد. کشاورزان ولایت خرطوم سیاست اگراری حکومت جمهوری تاجیکستان و دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت را عاید ثمرانک و عاقلانه استفاده بردن زمین و از یک زمین گرفتن دو سه حاصل درک نموده پیوسته کوشش می‌نماید که استحصال محصولات کشاورزی را زیاد نموده سبد استعمالی مردم را بایوغنی گردانند. بنابر اطلاع مسئولین سرریاست کشاورزی ولایت خرطوم موافق دورنما بعد جمع‌آوری کشتی اساسی زراعت‌های کشاورزی از قبیل سبزیجات بروقتی و غله‌دانگی‌ها باید در میدان 129,500 هکتار کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی را برآورند. با مقصد عملی نمودن دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت عاید مدنیت زمینداری، ثمرانک و عاقلانه استفاده بردن آب و زمین و از یک زمین گرفتن دو سه حاصل از تمام شرایط و امکانات‌ها کشاورزان ولایت استفاده می‌برند. همین را باید قید نمود که بعد جمع‌آوری حاصل کشتی اساسی زراعت‌های کشاورزی موافق دورنما باید در میدان 129,500 هکتار کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی را براه مانند. طبق معلومات‌های فوری تا امروز در شهر نویای ولایت در همه بخش‌های خواجگیداری در میدان 123,184 هکتار کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی از قبیل غله‌دانگی‌ها، زراعت‌های تکنیکی، سبزیجات، فلزی‌ها و زراعت‌های خوراک چاروا کش نمودند. کشاورزان ولایت خرطوم با مقصد فراوانی بازار استعمالی و غنی گرداندن محصولات کشاورزی هر یک قطعه زمین را ثمرانک و عاقلانه استفاده برده تا اینکه از یک زمین تا دو سه حاصل به دست آورده در تامین امنیت اوضاع‌خواری کشور سهم ارزنده خود را گذارد. چونکه از صحبت با مسئولین سرریاست کشاورزی ولایت برمی‌آید خواجگیداران ولایت خرطوم در کشت تکراری زراعت‌های کشاورزی از تخمی‌های با اقلیم مطابق و پیشپز استفاده می‌برند. عین حال در همه بخش‌های خواجگیداری کشاورزان کشتی مکه دان، شالی، ماش، لوبیاگی‌ها، زراعت‌های تکنیکی و دیگر نوع سبزیجات را برآورده تا اینکه از دان کشته‌شان حاصل دلخواه خویش را به دست بیارند. کشاورزان ولایت خرطوم با مقصد غنی گرداندن ثبات استعمالی مردم و فراوانی بازار هر یک قطعه زمین را ثمرانک و عاقلانه استفاده برده با کشت تکراری زراعت‌های کشاورزی صورت بخشیده تا اینکه از یک زمین تا دو سه حاصل به دست آورده در تامین امنیت اوضاع‌خواری مملکت سهم ارزنده خود را گذارند. خانم نیازی، غیرشوی مردم، نمازلی ارگش برای برنامه اخبار.